بود یک باره مهر و امضا را هم گیرو مان لیکن دیروزا بر این ریاکت نکن چرا مهر را امروز نمیگیری؟ چونکه در قعر دل من حسیات عجیب جوش میزند. خوسته هم دل داشته است و درباره حسیات گپ میزند. خوش چی حسیات بوده است؟ شرم و حیا. شرم در بازار چرم. او هنوز از دوره نورسی در صحنه‌های گوناگون مکتبی با شوق زیاد اشتراک می‌نمود و در دل مهر صنعت تئاتر و سینما را می‌پرورید و با قدم‌های استوار همین راه را انتخاب نمود. قربان محمد شکروف کالج صنعت و پس آن دانشکده صنعت تاجیکستان را ختم نموده عین زمان در تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جانوی شهر قرغن‌تپه همچون هنرپیشه و کارگردان فعالیت می‌نماید. در بسیار نمایشنامه‌ها هم مؤلف اثر، هم کارگردان و هم اجرای نقش‌های مرکزی را به عهده گرفته است. اینها علی بابا و 40 راهزن از روی افسانه‌های خلقی، نمایشنامه‌های مسکوی زنگیری یا دمگیری، کفش‌های ابوالقاسم به شمار می‌روند. من قربان محمد شکروف را خیلی سال‌ها می‌شناسم. ما با قربان محمد در یک چند نمایشنامه‌ها یک جای نقش آفریدیم. قربان محمد هم خیلی هنرمند خیلی هم خوب است و اینچنین کارگردان خیلی خوب است. در نمایشنامه قصه خرس و خارپشت که آن را قربان محمد شکروف به صحنه گذاشت، این نمایشنامه خیلی یعنی که در تمام ولایت ختلان و بیرون از آن نمایش داده شد و خیلی خوب هم پذیرفتند. باز در صحنه های لختکی یعنی که در نمایشنامه های لختکی هم خیلی نقشی خیلی خوب را بازیده است، یعنی که کارگردانی کرده است، چیزی که اگر داند به دیگران چی یاری میرساند. این خیلی خصلت خوب انسانی و می باشد. در نمایشنامه تازه ایجاد هنرمندان تئاتر مفتش از روی اثر گوگل او نقش آسیب را با مهارت بلند و خیلی جالب و دیدنی اجرا نمود. قربان محمد شکروف کوشش می نماید تا که در صحنه آزاد و هر نقشی به ذمه داشته‌اش را صمیمی اجرا نماید و از هنرمندان جوان تئاتر که همیشه برایشان مصلحتگر و کمک و دستگیریش را دریغ نمی‌دارد همین را طلب می نماید. طوری خود او میگوید بعد همکاری با سینماگران روس در فیلم افسران و ساحه سینما نیز میل و رغبتش بیشتر گشته و تصمیم دارد هنر و استعدادش را در این جاده نیز سنجد. سالهای 2004 و 2005 بود وقتی گروه موسفیلم به شهر قرغن‌تپه آمدند و آنها میخواستند که یک فیلمی نو خود را، یعنی فیلمی افسری را که کارگردان او مراد علیف بود به نوار گیرند و همان سالها من سرکارگردانی تئاتر را به عهده داشتم و مرا همچون یاردمچی رژیسور انتخاب کردند و بغیر این ما در یک قطار صحنه‌های عمومی هم نقش آفریدیم و بسیار خاطرمون است که در حقیقت وقتی که من با این مردهای بزرگ، با این کارگردانهای بزرگ مراد علیف و اینچنین هنرمندان مشهور روسیه به مانند الکساندر دیدوشکو یک جا صحنه‌ها را بازی میکردیم و به آنها ما کمک می‌رساندیم، یاردم میکردیم. بعد این همون فیلم من رو آرام نگذاشت. من یک مهری به سینما مهر زیادتر شد و تو فکر میکردم بیشتر که یک خوبی خود را سنجم در این سینما و من رو وادار ساخت که باز نسبت سینما باز یعنی که رو به سینما آورم و باز همون چیزی که در دلم بود یک چند سناریوهای نمایش فیلمنامه میگم فیلمنامه هم نوشتگی دارم و این آرزوی من است که شرایط مساعد آید و یک فیلم نو تهیه کنم. فعالیت نظررسش در ساحه تئاتر بود که سال 2015 بخشیده به جشن استقلالیت دولتی جمهوری از طرف پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با مدال خدمت شایسته سرفراز گردانیده شد که چنین قدردانی البته باعث افتخار و روح بلندیش گردید. بهرالدین امامی‌دین فیروز قربانوف، ولایت ختلان، مخصوص برای برنامه تحلیلی و خبری اطلاع.